سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه از کانال خودت، یعنی عمو ویکتور. خیلی ممنونم که سلام. اومدید ویدیو من رو باز کردید، پلی کردید و داری الان چی تماشا میکنید. امیدوارم حالت خوب باشه. این چند وقت هم میگم یه سری اتفاقاتی افتاد متاسفانه. دیگه اینترنت هم نبود و جنگ شد و فلان شد و حالا کاری ندارم، متاسفانه دیگه این اتفاقات افتاد دیگه. و امیدوارم الان هر جا که هستید تنت سالم باشه، خانوادت همه اوکی باشن. بهترین رو براتون میخوام دیگه. چی بگم؟ میگم این چند وقت منم نتونستم فعالیت کنم و اینترنتم میگم ملی شده بود کلا. الان ساعت 6:48 صبح تصمیم گرفتم یه ویدیو رکورد کنم و میگم متاسفانه انقدر سرم شلوغه، نمیتونم زیاد ویدیو بذارم. تا 11 شب بیرون کار میکنم، بعد میام خونه جنازه هم، یعنی حال هیچ کاری ندارم دیگه. تو خونه هم کار میکنم، بیرون هم کار میکنم دیگه. میگم وقت برای بازی نمیمونه دیگه. سعی کردم بیام تو بازی بعد از فکر کنم 3-4 هفته شد. اومدم تو بازی، گفتم یه گیم پلی بذارم با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون میشم واقعا ازم حمایت کنی، چون واقعا انرژی زیادی از من میگیره. شاید بگی یه بازی فلانه، نه واقعا همه روزو میام دارم کار میکنم. این گیمم الان میام هنوز نخوابیدم، صبح الان نخوابیدم. گفتم از گیم پلی بگیرم بعد با خیال راحت بخوابم. آره ممنون میشم یه کامنتی، لایکی، چیزی برام بذارید، خیلی خوشحالم میکنید. خب بریم که مچ واو بزنیم. واو چی؟ UMPM4. آره، اگه جم بازی هم خواستی حتما بیا به سایت من سر بزن، سایت عمو ویکتور داتایار یا عمو ویکتور سرچ کنید داخل گوگل، سایت من میاره بالا. داخل بازار هم میخواستی اپلیکیشن من میتونی راحت دانلود کنی. خب لیتس گو، بریم تو بازی. خب این چرا رو اکوموده؟ بزنیم رو بالانس. یارونم ایرانیه؟ آره ایرانیه. خب این الان چرا؟ ببخشید من یه تنظیمات انجام بدم الان میام. خب من عذرخواهی میکنم، حالت صفحه‌جویی باتری بود، واسه همین روی 60 بود، یعنی روی حالت اکومود بودش. خب یه چند وقتی هم بود بازی نکردم، الان رو تیر دادن یکم مشکل دارم. نیت پر کرد؟ نه خدا رو چه هیچ پر نکرد. خب چند وقتی هم بود میگم بازی نکردم، اصلا یادم رفتم همچین بازی دارم. یا خدا، فرید کنم. چرا منو میزنی؟ یار من چرا اینجوریه؟ حواسش کجا؟ ای بابا شانس یارم نیاوردم خدا وکیل. چقدر لگر گرفتم، برام سخت شده. خب من راستی میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بازی های پی سی رو هم اضافه کنم یا نه گیم پلی ضبط کنم؟ اگه موافقی یا مخالفی برام کامنت کن، حتما بگو که این کار رو انجام بدیم یا نه. همین پابجی پی سی رو میتونم چیز کنم، اجرا کنم. و حالا بازی مثل ماشینی گرفته تا میام بازی مثل دلتا فورس اینا روی پی سی. اگه اوکی حتما برای من کامنت بذار بگو. ولی خودمونیم ما. من با پابجی موبایل بیشتر حال کردم تا پابجی پی سی، چون یکی از دلایلش اینه که جذابیت، اون هیجانه رو اون نداره حس میکنم، و این کلکلا رو نداره.
کلکلایی که داخل پابجی موبایل هست، میگی بریم روم روم تک تک، بعدم میبازیم آخرش لفت میگی. اینا رو مثلا نداره خب، ولی آره گرافیک و ایناش خب خیلی بهتره، خفن تر از اینه. من کجا میزنم؟ من دارم حرف میزنم اینا من رات میزنم مثل ماس. ای بابا کجا زد؟ پنجره. خب بازیشون خوبه. اینقدر خستم ولی خب دارم هر جور که شده بدونم جوره پلی میدم. بعضی وقتا مثلا میرم تو بازی خب بعد طرف خب 20 سالی تو بازیه، بعد منو میزنه که منی که خستم، یعنی رسیدم خونه برای یه روز تفریح یه دستگرمی یه دو مش مثلا پلی میدم، طرف نمی‌کنه کی رو زده، یه آدم خسته رو زده دیگه. حالا ما هم دورانی داشتیم تو پابجی موبایل. یارو من داره چیکار میکنه الان؟ فازش معلوم نیست. خب آقا چرا 60 FPS؟ چرا اومد تو 60 شدی؟ چی شد یه لحظه شد 60؟ ها؟ دیدی شما؟ یه لحظه حس لگ داشت بعد دیدم رو 60 اومد FPS. الان 120. آره 120. یارو که من بالا حواسم نبود. حالت رایز مود 120. خب بذار که شدم میخواد بیاد یارمون بگیم. بذار من بگیرمش خدا وکیلی هی نگیم. زدمش. حال کردیم. خوشتون اومد. لطفا همین الان یه قرض و قشنگ برام بفرست، یه دنیا ممنونت میشم. چه منو فینیش نمیدن؟ یار من خوابیده. خیلی خوبه اصلا عالیه یار من. یک کیل داره یا دو کیل داره؟ چند تا کیل داره؟ بیا چرا وای میستیم دو بابا؟ او تازه 10 کیل. خب بگیرمش. نرو اون ور، این چرا این کاری میکنه؟ ای خدا منو هرس میدن اینا. ای یارو اون ور بود، من فکرم اینجا. ولش کن میگیرمش. یارم از ماتریکس خارجه کلا. بازشو دوست دارم. آزاد نگاه. آف شدی؟ بیا. منو هرس میده. منو هرس میده جون جد. یه چیت ریز بزنیم هدفتون چیه؟ همینطور یه تیری میزنه و خب چرا پیک نمیده؟ چرا حواسش به اون همش؟
به منم توجه کن. یاشو فینیش بدیم. بیا. اصلا چی کار میکنی تو؟ صداشو به منم فوش نده. یا خدا بذار اینو بکشم. خب با یه تیر دونشون زدم. یارو اینا مثل موتور گازی هم، فقط صدا دارن، کار دیگه نمیکنن. چقدر دمیج شدن. 2 نفر گرفتن رو من. چه عجب چه عجب. یه حرکتی دیدیم از این یار عزیزمون. خب همین ها دمیجن. آره جوگیر شده داره میزنه. ای بابا امیدم به تو شما رو. یه منو فینیش بده. بیا شانس ندارم. کی میشه یه بار یار من بزنه؟ خوشحال میشم واقعا. این کجا اینجا؟ خب یارم زدم. یه بار نمیر. خب خودم مردم مثل که. خب FPS 120. یه مشکلی که من دیدم تو رد ماجیک، حالا نباید این مشکل باشه ولی چون حاشیه‌اش خیلی کمه این چیز زیاد پیش میاد که حالا تاچ اشتباه مثلا دستم اشتباهی تاچ میشه باید میلرده سرطان. یعنی این مشکل خیلی کم. حتی از شیائومی من بیشتره. شاید گرس بزنم درست بشه. شاید نمیدونم. چون گلس بزنم یه از حواسم میره تو بازی، یادم این چی میخواستم بیا. چون گلس بزنم باعث میشه خود یه سری از خاصیات بپوشونه. از این هم شاید کاربردی باشه. خب یه مشکل دیگه ای که دیدم تو رد ماجیک اینه که هی حواسم پرد میشه. آها FPS اسکرینش آره رفرش ریت در واقع تا 120 بیشتر بالا نمیره. 144 رو نمیده نمیدونم چرا. البته تو پابجی 120 فقط کافی، یعنی نیاز نیست 144 بشه. ولی خب گفتم در جریان باشید چون بعضی سوال پرسیده بودن نمیدونم چجوری و فلان و ایراداتش چیه و میخواد نیت کنه. این چی اینجوریه؟ آره نیت کرد. خب نیتش خوب نبود. یارو اصلا شمشیر اعتقادی ندارن دیگه. میتونم نیدش کنم. نه خب منش نه زدمش. فکر کنم میخواد با شمشیر بیاد جلو.
دوتا شما نه پایین یکیتون بیاید. من برای قدم ضرر داد 2 نفر رسیدن همزمان. ای بابا یارم داره چیکار میکنه؟ تماشا میکنه فقط. کلش رو بیار بالا. نمیر یه دقیقه یار عزیز. ای نیدم که. نه نمیخوام هیچ چیزی پرت کنم. خب این از این از این قدرت عمو ویکتور دستی کم نباید گرفت. نه الان نامردی بود. اوه زدنش. ایول ایول ایول. تمام 20 تا کیل گرفتم. آره 20 تا یارم 5 تا. خسته نباشه واقعا. مچ خوبی بود. ولی واقعا انتظار نداشتم ببرم. یعنی اون اولش که دیدم یارم چجوری اونا چجوری گفتم باختیم تموم شد. خب خدا رو شکر وین شدیم بردیم. خب آره دیگه. برام کامنت بذار که بازه پی سی رو هم بذارم یا نه، چون تو فکرش هستم که حالا بازه پی سی رو هم قرار بدم، یعنی رکورد کنم. و اینکه همین دیگه. آره جمع بازی هم خواستی به سایت عمو ویکتور سر بزن، حمایت هم فراموش نشه. آره من واقعا 7 صبح منو نخوابیدم در برات ویدیو میذارم. دلت میاد کامنت نذاری؟ بذار دیگه، لایک کن، ساب کن، این زنگوله رو بزن، نمیدونم حمایت کن، خوشحال میشم. خب بوس به کله همتون، تا ویدیو بعد، خدا حافظ.